در دنیا بسیار مردها رو ما میخوریم و میشنویم. این مردها کسایی هستند که قهر میکنند. باز مردهایی هستند که ناموس مردی دارند. باز مردهایی هستند که قوی اراده هستند. مردهایی هستند که یکدیگر را میتوانند بخشیدن. ولی باز خصوصا موضوع در باره شخصیت های هست که اونها در زندگی از یکدیگر قهر کردند. با مسئله های کوچک، با یک سخن های قبیح یا اینکه جنجال کردند، از یکدیگر یک عمر قهر کردند. هست این گونه شخصان، هست شخصیت های هستند که در زندگی تا تمام شدن عمر خود از یکدیگر خفه هستند. خصوصا پسران عمک، خصوصا برادرانی که از یک خون هستند، از یک خون پدر و مادر هستند، قهر هستند. و خصوصا دوستانی هستند که از یکدیگر قهر هستند تا دوام عمر خود. این گونه شخصان را به نام مرد میگویند. به قول مرد بودن معنای نر بودن نیست. باز به قول عجب نامردها دارند زمانه، به سر طاقه به دل فعل زنانه. این گونه شخصان همین فعل زنانه دارند. آخر شخصیت باید از یکدیگر خفه نباشد. ما همین قدر گناه میکنیم، همین قدر کارهای ناشایسته میکنیم، ولی از صدق دل توبه میکنیم. آخر الله مهربان میبخشد، توبه ما را قبول میکند. پس الله میتواند با این قدر گناه ما را بخشیده، ولی ما جوانان یا اینکه کسایی هست که از یکدیگر خفه هستند نمیتوانیم یکدیگر را بخشیده. آخر این مردی نیست. آخر و از روی آداب اسلامگری نیست، از روی آداب مسلمانی نیست. کوشش کنید یکدیگر را بخشید، کوشش کنید به یکدیگر باوری داشته باشید و در انتخاب برادر یا که در انتخاب دوست خطا نکنید. انسانیت باید قوی اراده باشد. انسانیت باید در راهی که خداوند گفته است به همون راه حرکت کند، نه اینکه برای قهر کردن زندگی خود را تباه کند. خداوند خود گفته است که شخصیتی که از 3 روز زیاده قهر میکند، وقتی که عمرش تمام شد اون شخصیت شخص گناهکار دانسته می شود و بوی جنت برای این گونه شخصیت ها حرام هست. پس فکری دنیا و آخرت را کن و از یکدیگر قهر مباش، یکدیگر بخشی را آموزید.